تو این ویدیو میخوام به پخت پز 3 نفر بپردازم. یاسی دختر جدیده، وحید و احسان. آخر این ویدیو نقد من از احسان خیلی بهمونه، از دستش ندین. قبل از اینکه پخت و پز رو شروع کنم میخوام ازتون خواهش کنم که دکمه لایک و سابسکرایب یادتون نره و ممنون میشم پایین تو کامنت ها نظرتون رو برام بنویسین. حمایتتون باعث میشه که یوتیوب ویدیو منو به آدمای بیشتری پیشنهاد بده. بریم از یاسی شروع کنیم. یاسی بدون شک و با افتخار بسیار زیاد اعلام کرده که تو گروه کفداراست. حالا جدای از اون هنوز نیومده چند تا رفتار نشون داده که بدجوری رو مخ منه. ولی کلا این فازو به من میده که خانمای پرفالوور با هم پرابلم ندارن. کلا تو برنامه بچه‌ها که دیدین من با کسی صحبت نکردم، یعنی من از اون آدم خوشم نیومده و دلم نخواسته که اصلا حتی باش بشینم و هم کلام بشم. اگرم دیدین دارم با یکی صحبت میکنم و حالا مثلا جدا از جنسیت، چه دختر چه پسر، دارم باش صحبت میکنم، بدونید که از نظر من اون لحظه به من انرژی خوبی داده و وایب مثبتی داده، منم نشستم باش صحبت کردم. فقط با دخترای حال کرد که فالوور بالایی دارن. یکم عجیب نیست؟ کلا یاسی با آدما دو جوره، یا باشون رفیق پاک میشه یا کلا اصلا نمیبیندشون. میادم بهتون بگم اون اول گفتم که بیا بریم ویلا رو نشونه دیدم بایی جلوتر دیگه من همین وایسادم. این خیلی عجیب بود. آقا اینجا وایسادم بودم خب بیا بریم ویلا کجا من میرفتم. الان خیلی زوده که یاسی قضاوت کنیم، ولی تو نگاه اول وایب اینو میده که کلاً دوستیش با پسرها مهمتر از دوستیش با دختراست. تو ویدیو بعدی که میخوام براتون بذارم آیدا با سرجیو خیلی جدی بحثش شده. یاسی به جای اینکه به آیدا اجازه بده صحبت کنه وسط اون داره با سرجی تیک و تاک میزنه. یه چیزی بهت کافی براش آوردم. کافی براش آوردم. بعد شوخی نکنی. کافی براش آوردم. من دوست ندارم با کسی بحث کنم کافی بخور عزیزم. و بی احترامی حرف بشه این میزنم. وسط. خب تازه اینجا از دست سرجیو شاکیه که چرا به یاسی بیشتر اهمیت نمیده، میگه دارم حرف میزنم. احترامی حرف بشه این میزنم. وسط. خب تو چرا اینقدر چیزی تو؟ دارم کمکت میکنم. باشه گلم، من خودم مشکلمو حل میکنم با آیدا، نگران نباش. باش مرسی فراد بش. خواهش خدا. چشمای گرد شده آیدا رو دیدین تو صحنه آخر؟ خودش هم باورش نمیشد. یاسی اگه واقعا آیدا براش مهمتر بود اجازه میداد آیدا اینجا احساساتش رو بیان کنه و حتی ساپورت میکرد آیدا رو. بجاش چی کار کرد؟ غر زد سر سرجی که چرا به من کم توجه میکنی. اینجور رفتاراش حتی به چشم احسانم اومده. ما پتروس شده بودیم. حرفی ندارم تو رابطه شما دوتا. آقا این ایشون اومده تو برنامه، مثلا اینه که پخش میکنه همین قسمت ایشون اومده ببینیدش. من چی اصلا کاری نداشتم با رابطه شما دوتا. خلاصه من همون موقع رو مخم بودیم. حالا بریم سراغ وحید. از بدجنس بودن وحید که هر چی بگیم کم گفتیم. کانسپتی که وحید تو عشق ابدی 2 راه انداخته اینه که قبل از اینکه یه اتفاقی بیفته شروع میکنه به اطلاعات غلط دادن و تغییر ماجرا به سمتی که به نفع خودش و دوستاشه. اگه وحید در مورد موزه نظر داد بدونید که کلن وحید تو ماجرا گند زده و فقط دلش میخواد الان سفید کاری کنه. از اینکه ماجرای قش کردن سپیده اتفاق بیفته و اجازه بده خود بیننده قضاوت کنه، آقا اومده میگه سپیده از مستی حالش بد شد، بیمارستانم نرفت. سپیده خانم رو تو حمام افتاده زمین. خب چرا اتفاق افتاده بود؟ چرا افتاده خورده بودن، آبجو خورده بودن و ما فکر کردیم شاید قرصی چیزی خورده. اصلا جاوید بنده خدا بالا پیش ما بود. درگیر فیزیکی پیش نیامده بود پس. نه چون بیرون محوطه ویلاست. اگه ویدیوش بیاد بیرون فکر کنم بالای 1 میلیارد ویو بخوره. وحید تو چقدر میتونی بی وجدان باشی؟ ما که دیگه جاوید رو میشناسیم، ما که میدونیم جاوید چقدر میتونه از نظر روحی به یه دختر صدمه بزنه. حالا واسه ای سفیدشویی اون گروه کفدارا که خودت هم سر دستشی اومدی تهمت میزنی به این دختر، میگی از مستی این اتفاق افتاده؟ بابا چقدر تو بدجنسی. حالا قبل از اینکه وحید این حرفا رو بزنه سپیده خیلی سربسته به این موضوع اشاره کرده. یه نفر به یه درجه‌ای برسونه خب که ببرت از اینجا و از اونجا پرتت کنه پایین و بعد همه چی روی سر تو خراب کنه. مثلا مثل اینا دوست پسر داشتی اومدی تو برنامه،
جن داشتی. این داستان رو وحید گفته، سرجی گفته و جاوید. حال من خیلی بد بود. منو بردن بیمارستان. بله منو شب بردن بیمارستان و از شب تا فردای اون روز من بستری بودم. بعد از اونم که دیگه نمیتونستم بمونم و رفتم خونه. ولی با آمبولانس نرفتیم. اگه مشکل الان کلمه آمبولانس، نه با آمبولانس نرفتیم، با ماشین شخصی رفتیم. وحید فقط دنبال فالووره و میدونه که وقتی اون اتفاق بیفته فقط هیت میاد سمتش و چیزی نیست نصیبش نمیشه. این کاری که میکنه نه تنها باعث دیده شدنش میشه، حالا شاید چند تا فالوور به دست بیاد، ولی از اون سعی میکنه روایت رو طوری بنویسه که به نفع خودشه یا دوستاشه. یعنی تو چقدر میتونی بدجنس باشی، اون برنامه که این دختر بیچاره رو کلی اذیت کردین، بیرون برنامه هم همچنان دارین ادامه میدین. خب نفر بعدی که من میخوام امروز بهش بپردازم کسی نیست جز احسان. فکر میکنم یکی از اولین نفرهایی هستم که تو یوتیوب دارم احسان رو اینجوری نقد میکنم. احسان خب به خاطر قیافه خوبی که داره و سن کم دخترای نوجوان و دبیرستانی خیلی طرفدارشن. مطمئنم بعد از پخش این ویدیو پایین تو کامنت ها کلی کامنت منفی در مورد نقد من خواهید دید، ولی من کله خرابتر از اون چیزی که فکر میکنید هستم و اصلا از فنای هیچ کسی نمیترسم. احسان عشق ابدی خیلی دوست داره این فازو به بیننده بده که آره من تک پرم، فقط یه عشق دارم و اول و آخر برنامه با یکی خواهم بود. دقیقاً همون فازی که تناس تو عشق ابدی یک داشت که همش میگفت عشق من شاهین، حتی اگه خیانتم بکنه بازم شاهین. تفاوت احسان اینه که مشکلاتشو با روژان تو برنامه مطرح میکنه، به زبون میاره که اکثر مشکلاتش با روژان هم دقیقاً از رفاقت بیش از حد خودش با سرجیو نشأت میگرفت، ولی هدفش فقط گول زدن بیننده بود. میدونین که احسان عشق ابدی تو برنامه به روژان خیانت کرده؟ این که جلو هممون بود که تو رو کشوندن بردن گفتن برای چی با خواهر شقایق میخواستی شماره تلفن رد و بدل کنی، تویی که خودت میدونی من بارها کف اون برنامه گفتم چی؟ گفتم احسان از بچه کفتار صورت زیلی خوشش نمیاد، باش حال نمیکنه. نه بچه‌ها، نه ما یک کسی الان تو کامنت ها خوندم که خواهر شقایق جاجیج میگه نه بچه‌ها، اصلا شقایق یک کسی بود که ما رو برده بود توی این برنامه، اصلا ربطی به خواهر جاجیج نداره. اصلا من مسئله جاجیج الان پیش نکشیدم، لطفا اشتباه نکنید. ما یک کسی ما رو انتخاب کرده بود برده بود توی برنامه به اسم شقایق. خب که این شقایق یه خواهری داشت دهه 80 هم بود. خب که این آقا اسی شما گیر داده بود به اون شقایق و به خواهر شقایق و اسی رو بردن پشت صحنه و بهش توپیدن، گفتن از اینجا با لگد میندازیمت بیرون، به بچهای پشت صحنه حق نداری کاری داشته باشی. خدایش این تیک و تاک زدنش با کیمیا و یاسی بعد از برنامه هم خیلی مشکوکه. بریم سراغ نقد دوم. احسان عشق ابدی خیلی دلش نمیاد مثل کفتارا پشت آدمای دیگه حرف بزنه. مثلا توی صحبتش با یکی از یوتیوبرها خیلی راضی نبود که وحید و اون شخص پشت سر معین شروع کنن به بد گفتن. این از دلپاکش میاد. قطعا احسان آدم دلپاکیه، ولی ضبط برنامه 2 ماه پیش تموم شده. احسان حاضره به خاطر اجاره خونه مجانی بدذاتی وحید رو نه تنها قبول کنه بلکه پشت چهره خودش قایم کنه. کلاً آدمی که به خاطر پول حاضر باشه شخصیت خودش رو انقدر پایین بیاره واسه من رد فلگه، حتی اگه خیلی آدم دلپاکی باشه. نکته سوم اینه که احسان تو برنامه میاد از سختی‌هایی که تو بچگی کشیده، از بی پدریش، همه اینا رو به زبون میاره و چندین بار به زبون میاره. احسان آدم دروغگویی به نظر نمیرسه، ولی این وایب رو به بیننده میده که انگار شرایط یکم دراماتیک تر از اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده هست. حداقل در حال حاضر شرایطش اونقدر بد نیست. بر اساس اون چیزایی که توی سوشال میدیا با بیننده ها شیر کرده به نظر میرسه خیلی زندگی بدی نداره. مثلا دماغ عملی، دندونا همه سفید کامپوزیت شده، کل بدنش لیزر شده، موهای بدنش رو لیزر کرده. لیزر کل بدن هزینه بسیار بالایی داره. جدای از اون آیفون دستش قبل از اینکه وارد برنامه بشه آیفون 14-15 به نظر میرسه که کم کم
بین 60 میلیون تا 100 میلیون پولشه. لباسایی هم که تنشه، حالا چه اونایی که قبل از برنامه تو سوشال میدیا گذاشته و چه اونایی که داخل برنامه میپوشه، همه برنده. ساعت دستش هم اپل واچه. واسه ساختن اون بازوها باید کلی سرمایه گذاری کنی، حالا چه از نظر پولی برای باشگاه یا پروتئین، چه از نظر زمانی، ساعتها در روز باید بری باشگاه وقت بذاری تا اون عضله ها رو بسازی. کسی که کارگری میکنه این همه زمان رو از کجا میاره؟ کلی وقت میبره تا ساختن اون عضله ها. تو برنامه‌ام خیلی مشکوک بود. هیچ وقت نگفت کارش چیه. اول گفت معاملات خرید و فروش ماشین داره، بعد زد به فاز خنده که نه بابا من بیکارم. جدیدنم استوری گذاشته بود که روژان براش آیفون 17 خریده که من بعید میدونم یه همچین ماجرایی درست باشه. اگه بگه روژان خریده از دو جهت براش خوبه. یکی این که ملت سوال نمی‌کنن که تو این همه پول از کجا آوردی که آیفون 17 می‌خری، و مورد دوم اینه که کلاً تو سوشال میدیا خیلی قشنگ‌تره اینی که رابطه‌شو با روژان خوب نشون بده و روژان براش آیفون خریده باشه. نمیگم وضعیتش آنچنانی خوبه، ولی به نسبت حرفایی که میزنه این ظاهرش همخونی نداره با اون چیزی که میگه. احسان یه جایی گفت که باشگاه میرفته، بهترین باشگاه شهر هم میرفته، ولی مجانی میرفته. کلاً این حرفی که من میخوام بزنم دقیقاً همینه. احسان قطعاً بچه پولدار نیست، ولی اونجوری هم که پرزنت میکنه و نشون میده بی پول نیست. من بیننده این احساسو میکنم که احسان با ضعیف نشون دادن و بی پول نشون دادن خودش میخواد ترحم طرف مقابل رو به خودش جذب کنه. اگه اون چیزی که داره به نمایش میذاره یکم اغراق آمیز باشه و دروغ باشه، واقعا داره به شعور بیننده بی احترامی میکنه. اگه از نقد من خوشتون اومده بزن روی این ویدیوهای کناری، مطمئن باش پشیمون نمیشی.